شرایط تیم و بازی پیش رو میفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب دارم خدمت همه عزیزان، مخصوصا تماشاگر خوب داماش. کوچکشون هستم همیشه و هر جا که هستیم دلمون باشون هست. انشالله که بتونیم فردا یه بازی خیلی خوب، تماشاگر پسند، همراه با نتیجه و امتیاز انشالله از اینجا برگردیم که انشالله دلشون رو یه جورایی از بازی قبلی به دست بیاریم و خوشحالشون کنیم در هر صورت. خب ما 2 روز قبل از مسابقه، 48 ساعت قبل از مسابقه، شیراز اومدیم یه بازی خیلی مهم داریم با فجر سپاسی. فجر سپاسی میدونین خیلی تیم بزرگیه، تیمی بوده که همیشه جزء مدعیا بوده و قابل احترامه. من خودم سالها تو تیم فجر سپاسی هم بازی کردم هم مربیگری کردم، میدونم چقدر تیم بزرگی و چقدر قابل احترامه. ولی خب ما هم تیم داماشیم، تیم بزرگی هستیم و همه هم میدونن که داماش یه تیم واقعا قابل احترامه. و خب فقط من خواهشی که دارم از تماشاگرامون اینه که اون تو کنفرانس قبلی من گفتم کادر فنی یه جورایی دارن شکل و شمایل تیمو به اون شخصیت تیمی و حساباً از همه نظر میبریم بالا که انشالله که یه تیم کامل باشیم، یه تیم باشیم که مدعی باشیم، یه تیم باشیم که به حساباً تیم دست با بسته ای نباشیم تو هر شهری که میریم، تو هر شرایطی که هستیم. خب من تشکر ویژه بکنم از عوامل باشگاه. واقعا همه جوره هتل خوب، جا و مکان خوب، رفتم از گیلانمون به رشتمون خوب، همه چی عالی. انشالله که بتونیم جواب زحماتشون رو بدیم با بازی خوبی که بچه ها فردا انشالله انجام بدن.